آقا ما چرا واقعا همیشه دنبال منجی میگردیم؟ در ایران ما همیشه دنبال منجی میگردیم و فکر میکنیم که یکی قراره بیاد و شرایط تغییر بده و عوض کنه و همه چی درست بشه یهویی. این خیلی عجیبه. حالا اینکه منجی ما از امام زمان، یعنی امام زمان ما شده ترامپ در حال حاضر، اینش جالبه دیگه. خیلی باحال. امام زمان ما ترامپ. کامل شیخ هستم و اینجا چنل کاتوس. من روز انتخابات امریکا شبش، یعنی تا صبح بیدار بودم و داشتم پیگیری میکردم، ایالت به ایالت هر کدوم که نتیجه می آمد داشتم پیگیری میکردم. برام مهم بود به دلیل که بهتون میگم. حالا من کلن فن هیچ کدوم از طرفا یعنی نبودم، ولی فن هریس نبودم که بخوام ناراحت بشم، ولی خب اون منش و اون چیزی که از یه سیاستمدار انتظار داری اینه که خیلی شیک و خوشگل و اینجور چیزا باشه. اینو من توی هریس دیده بودم ولی در ترامپ ندیده بودم اینو. و به نظر من ترامپ به خاطر شخصیتش، به خاطر غیر قابل پیش بینی بودنش و همه اینها انتخاب شد در امریکا. هریس هم میتونست اگر که این همه روی دوشش گندکاری های دموکرات ها نبود برای این همه سال، میتونست شاید چانسی داشته باشه. اما جلوی ترامپی که شخصیت خیلی عجیب غریب داره و یه کاراکتر خیلی خاص داره، شبیه سیاستمدارا نیست اصلا، حتی شبیه ریپابلیکن هم نیست، شبیه جمهوری خواه هم نیست، شبیه دموکرات هم نیست، یا اصلا موجودیه برای خودش. و فکر می‌کنم امریکا یه 4 سال برای خودش یه چالنجی درست کنه که ببینه این ترامپ دوباره بیاد چی بشه. خیلی از امریکایی اعتقاد دارن که دوره ترامپ خیلی بهتر از دوره بایدن بوده، ولی خب قبل ترش رو نمیبینن. این خیلی بر من عجیبه. از طرفی هم اینو بگم که نه دموکرات ها و نه ریپابلیکن ها دیگه به شکل قدیم خودشون نیستن اصلا، و این هم جای سوال داره که چرا نیستن. اون ارزش ها عوض شده کلن و دیگه هر دموکراتی دموکرات نیست و هر ریپابلیکنی ریپابلیکن نیست در است. این خیلی جالبه. و به نظر من ترامپ هم یک ریپابلیکن نیست، با اینکه حالا کندی و ماسک و همه اینا اومدن پشتش و باعث شدن که رأی بیاره. خودش آدم عجیب غریبیه، بیزنسمن عجیب غریبیه کلن. یه فیلمی هم که ازش اومده اپرینتس، من هنوز ندیدم، ولی از این 4 سال ادامه جوکای ترامپ و این داستان ها والا فعلا یعنی دیگه اینجوری هم که ولم کنید دوباره 4 سال این اومد ببینیم چی شده. به نظر من آره هریس بهش یکم ظلم شد، به خاطر اینکه مجبور بود که این پیشینه دموکرات ها رو از اوباما به بعد روی دوشش داشته باشه و نتونست برنده بشه و خیلی هم خب تحریم کرده بودن انتخابات رو و این دلایلی بود که به نظر من ترامپ برنده شد. ترامپ برای آینده دنیا یک کاراکتر دیگه خواهد بود به نظر من. بعد از این اسیسینیشن ها و این تلاش برای ترور کردن هاش، به نظر من یک آدم دیگه خواهد شد در این دوره و این دورش متفاوت خواهد بود با دوره قبلش. همه میگن ترامپ آدمی که حرفش رو خیلی صریح میزنه، نمیدونم دروغگو نیست فلان اینا، ولی همه اینا هست. دروغگو هست، آدم عجیب غریبیه کلا. اصلا ترامپ رو باید یک جامعه شناس بشینه، یک گروه جدا ازش درست کنه به نظر من. و میگم
یک تاجریه که خب معامله کردن باهاش راحته، ولی ایرانی هایی که اینقدر دل بستن به ترامپ که مثلا ترامپ میاد و کاسه کوزه جمهوری اسلامی رو برمیداره و فلان و اینا، به نظر من این اتفاق خیلی راحت نمیفته. جمهوری اسلامی تا زمانی که خامنه‌ای زنده است معامله انجام نخواهد داد. یعنی خامنه‌ای هم برای خودش خب پرینسیپل هایی داره. این آدم ها مثل ترامپ و خامنه‌ای کلن آدمای خیلی خاصی هن. مخصوصا که من فکر میکنم که خامنه‌ای کلن بعد از داستان پروستاتش و اینا، چون دیگه فکر میکنم و این نظر منه، چون دیگه اون تخم رو نداره دیگه، از تصمیماش خیلی منطقی تره دیگه، هورمونات توی بدنش کار نمیکنه اونجوری و خیلی آدم استریکت تریه و این شاید بهش کمک هم بکنه در آینده. نمیدونم، تا حالا میگم تا جمهوری اسلامی تا خامنه‌ای رو داره و خامنه‌ای نمرده، من فکر نکنم معامله‌ای با ترامپ یا هر کسی دیگه انجام بده. ترامپ در دنیا با چین و روسیه مواجه است الان. به هر حال دموکرات ها خب راحت میتونستن، دموکرات های اونم این اصلاح طلبای ما میمونن دیگه، با هی تلاش میکنن از در پشتی برن، نمیدونم یه جوری رفاقت کنن، حالا که نه رفیقن نه رفیق نیستن ولی معاملهشون جوش بخوره و اینا. ولی متاسفانه خب این دفعه نتونستن برنده بشن. هیچ کدوم از یعنی دوره ترامپ هم ما تنها چیزی که از ترامپ دیدیم مثلا قاسم سلیمانی رو کشته، همه میگن خب این دفعه میاد همشون رو میکشه اینا، ولی فکر نکنم ترامپ اصلا آدمی باشه که قرار باشه پول زیادی برای جنگ خرج بکنه و همه رو میندازه به نظر من روی دوش خود کشورهای میدل ایست و یک پنی هم به نظر من حتی برای این داستان خودش خرج نخواهد کرد و فکر میکنم با اینکه پول زیادی پشت خودش داره ولی فکر نکنم پول برای جنگ بده. برای خود آمریکایی ها این یک شو شده کلا به نظر من، یعنی گفتن ترامپ رو انتخاب کنیم ببینیم چی میشه، چون شو هم دوست دارن، این هم یه شومن خیلی حرفه‌ایه، برای همین انقدر دوستش دارم و رأی آورده. من تا همون شب انتخابات تا حتی 266 تا آخرین عدد بود که بعد شد 267 تا و بعد یهو از 270 زد بالا. داشتم حتی اونو یعنی با امید این که حتی شاید 1% هم هریس بیاد و این دنیا دنیای نرمالی باشه و این، چون من دارم ساینای خیلی عجیبی دور برم میبینم که این دنیا داره از نرمالیته خارج میشه، از اون چیزی که من میشناختم خارج میشه و ما به قول من رو از ماتریکس خارج میشیم. من داشتم با خودم میگفتم نه این اتفاق نمیفته، این اتفاق نمیفته، با اینکه خیلی هم عقب بودم، یعنی جبرانش خیلی سخت بود براش، ولی دیگه شد دیگه از ماتریکس خارج شدیم و یک اتفاق جدید قرار بیفته. کلا با یک دنیای جدیدی ما الان دیگه روبرو هستیم. بعد از اینکه ترامپ انتخاب شد افزایش بسیار زیاد کریپتو رو دیدیم، طلا رو دیدیم و کلا اقتصاد جهان یه تکون اینجوری خورد، مخصوصا تو در کریپتو. خیلی ها قبلش ترسیده بودن، چیزاشون رو فروخته بودن، ولی نه، اتفاق خیلی مثبت بود برای کریپتو و این چه اتفاق خوبی بود برای کسایی که در کریپتو فعالیت میکنن. همشون میدونن که این اتفاقی که داره میفته، این بولرانی که داره الان اتفاق میفته، خیلی ها رو میلیونر خواهد کرد، خیلی ها رو. خلاصه 4 سال دیگه باید این بابا رو تحمل کنیم و ببینیم چی میشه، ولی من به دوران طلایی که توش هستیم اعتقاد دارم. گفتم از ماتریکس ما خارج شدیم، اینو در نظر داشته باشین شما در کل که ما از ماتریکس خارج شدیم و
فعلا اوضاعمون وخیمه. شاهزاده پهلوی این وسط حالا چی کار است؟ تنها اپوزیسیون خارجی ما شاهزاده پهلویه که من اصلا مشکل دارم این که بهش میگن شاهزاده. آقا اسمشو صدا کنین، حالا با اینکه پسر شاه بوده اوکی، ولی بگین رضا پهلوی. حالا هیچ کس هم اشتباه نمیگیره با اون یکی رضا پهلوی، مطمئن باش. این بابا هم به ترامپ یه چیزی گفته که امیدوارم که نمیدونم صلح‌آمیز باشه همه چی و فلان و اینا. میگم ما همیشه دنبال منجی خارجی میگردیم و فکر میکنیم که الان مثلا اگه حمله کنن به کشور ما فرداش جمهوری اسلامی میره و ما آزاد میشیم و اقتصادمون خوب میشه و در که این اتفاقا نمیفته. آقا در خود امریکاش، در همه کشورهای دنیا بعد از کرونا، بعد از اینکه قیمت ها افزایش پیدا کرد، قیمت ها همونجا موند دیگه و بعد دوباره شروع کرد به تورم بیشتر. این اتفاق افتاد، چیز عجیبی نیست در ایران، ولی چندین برابرش به خاطر سانکشن ها داره اتفاق میفته. پس دنبال منجی نباشین. میدونم شرایط سخته، شرایط اقتصادی خیلی عجیب غریب شده، هی داره بد و بدتر میشه. دلار که اصلا ترکید، طلا ترکید، کسایی که زود خریدن بردن دیگه الان. و میدونم که شرایط سختیه. الان خود من شرایط اقتصادی خوبی ندارم، ولی خب چه کنیم، همین که هست. خلاص دنبال منجی نباشیم. به نظر من ترامپ امام زمان ما نیست. مسلمونا، انسان ها، مردم، ترامپ منجی نیست، امام زمان نیست. امام زمان قرار نیست ظهور کنه. دنیا در جریانه و یک باترفلای افکتی وجود داره که اگر اون ور دنیا یک پروانه پر بزنه، این ور دنیا یک سال بعدش یک اتفاق، یک زلزله‌ای میفته. این باترفلای افکت داره هی عجیب و عجیب تر میشه. برای همین من میگم داریم از ماتریکس خارج میشیم به نظر من. حالا نمیدونم، شاید هم این نظر من باشه، شاید من دارم اشتباه میکنم، کی میدونه والا. آینده رو که نمیشه من فکر میکنم هریس برنده میشه، نشد، یهو ترامپ برنده شد و بعدش فهمیدیم که قبلش همه بهش میگفتن دیوانه، یهو بعدش همه بهش گفتن این نمیدونم غیر قابل پیش بینیه و خلاصه داستان داریم 4 سال دیگه. حالا اینکه اسرائیل هم داره این حرکت رو انجام میده، این تاکتیکاشو داره عوض میکنه و اینا، ما و اسرائیل این وسط داستان خواهیم خورد و کسی که اذیت میشن مسلما مردم هستن. مردم هم که اینقدر درگیر کار و زندگی خودشونن که نمیتونن به چیز دیگه بها بدن. دمتون گرم که امروز با من بودین راجع به این قضیه ترامپ و اینا. اگه میکروفون دارید حتما بهم بگین، بیاین تو برنامه با هم دیگه گپ بزنیم، ببینیم کی این، کجا این، چی کاره این، با هم دیگه صحبت بکنیم. و اینکه سابسکرایب و لایک و کامنت یادتون نره، با این کارتون حمایت میکنین از برنامه و به من اجازه میدین که من رشد بکنم و این کانال بره بالا و حالا محتویاتش بهتر و بهتر بشه در طول زمان. دمتون گرم بازم، امیدوارم از برنامه خوشتون باشه. تا برنامه بعد، فعلا کامل شیخ هستم و اینجا چنل کاتوسم.